در حاشیه مراسم زامیات هستیم. شاهین اتوماتیک جلو پنجرش فرق کرده، دوربین جلو و اون زیر که می‌بینید دوربین 360 درجه هستش، رینگ های 16 اینچی، علامت توربو شارژ. داخل ماشین می‌بینیم که گیربکس اتوماتیکه و همون گیربکس CVT هست احتمالاً. صفحه نمایش بزرگ و صفحه نمایشی که برای صندلی عقب هست. عقب ماشین بهتون نشون بدم. یه مقداری عقبش تفاوت کرده، اینجا یه مقداری مشکی‌تر شده، ولی نمیدونم برای این ماشینه یا قراره بعداً با همین ظاهر عرضه بشه. و قراره که این ماشین به زودی احتمالاً امسال توسط سایپا به بازار عرضه بشه.